دوم میپرسد عن عمره فیما ابلاه، عمری که تو سپری کردی که این نفس ها، این عمر امانت بود، اینا تو چه سپری کردی؟ الله از این میپرسد. یک نکته لطافت و اشاره است، جوانی هم قسمت عمر است، لیکن با مخصوص از همون کل جوانی، کل عمر قسمت مخصوص جوانی هم میپرسد. سیوم الله مهربان میپرسد من عن ماله، از مالش که من این اکتسب، از کجا اکتساب و کسب و به دست آورد و در کجا اون صرف و خرج کرد. و از علمش، هر انسان از علم و دانش، هر علم و دانشی که منفعت به جامعه داشته باشد، الله میپرسد که تو با اون علم چیکار کردی، چه خدمتی برای این ملت و برای این امت محمد صلی الله علیه و سلم کردی. به این خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت امام یا پادشاه یا سرور یا مسئول یا رئیس عادل، و دوم جوانی که از جوانی نشو و نمای اون در طاعت و عبادت الله باشد. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت و رجل قلبه معلق بالمساجد، مرد یا شخصی که همیشه دل اون آویزان به مسجد باشد، محبت مسجد داشته باشد، همیشه تلاش داشته باشد که در صف جماعت باشد، همیشه در تلاش آن باشد که مسجدها آباد و زیبا باشند. انا این گونه انسان هایی که همیشه به یادی مسجدند، همیشه در فکر و آبادی مسجدند، این گونه انسان ها نیز در زیر سایه رحمت الهی است. سپس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ادامه گروه چهارم فرمودند و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف الله، یک شخصی که در امتحان الهی قرار گرفت و یک زن او را برای کار فاحشگی دعوت کرد و تمام واسطه ها و وسیله فاحشگی بود، ولی گفت که من از الله میترسم. حضرت یوسف علیه السلام شد کیسه اون به یاد من و شما آید که این زمانه فساد که هم دلخواه وسیله های فسادی